عبدالله ابن مبارک هم خیلی صاحب ثروت زیاد بودن. هر چیزی که به خانهشون خریدن به همسایه هم همان قدر میخریدن. برای اینکه به آدم میلیونر، مثلا آدم میلیونر همین روز به خانهش خورد و خوراک خرید کنن، $100 $200 خرید میکنن. مثلا اگر همین روزش خرید کنن بسیاری بد خرید، بگذارن $500 به خرید کرد. به همسایه‌شون هم همین قدر دیگه خرید میکردن. عبدالله ابن مبارک. بعد وقتی که او یهودی بود همسایه‌شون، از آن عبدالله ابن مبارک هم، بعد یک روز همسایه خانهش به فروش مانده است. خانهش 2000 دینار نرخ مانده است. 2000 دینار. خانهش باشد 800 دینار یا 1000 دینار. از همه نرخی بلندیم 1000 دینار است. لیکن 2000 دینار نرخ مانده است. بعد خریدارها گفتن که آخر خانه رود به 1000 دینار می ارزد. برای چی 2000؟ گفتن که 1000 دینار حق خانه، 1000 دینار حق همسایه. چون این خانه پول میبرد. و خانه های آدمایی که مثلا در سری در قدی راه هست و در آنجا یگان مغازه ساختگی باشن و اون مغازهشون پول می آورده باشد، اون خانه نرخش بلند میشه. گفتن که 1000 دینار نرخ خانه، 1000 دینار نه حق همسایه. گفتن یعنی همسایه که یعنی در این خانه فقط زندگی میکنی، تمام خرید از بال همسایه. حتی در برای فرزنداش هر لباسی که خرید برای فرزندای این یهودی هم میخریدین. اون مجبور شده از خانه فروختن، به قرضدار بود، از قرضدارها مجبور کردین. بعد از که خانه نرخش 2000. بعد عبدالله بن مبارک فریاد میکنن همسایه، میگن که برای چی خانه تو میفروشی؟ میگه قرض دارم. چند پول؟ میگن 2000 دینار. میگن 4000 دینار دادیان. یعنی هم قرضشون صاف، با هم 2000 دینار اضافگی، با هم خانهش به خودش. بعد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله گفته ایمان آورد. این عالما، معامله عالما با همسایه ها. اما اگر مثلا پول ندارید، با سخنی نیک، با رفتاری نیک، اگر رفتاری نیک نداشته باشید اقلا ضررتون نگاه دارید. گپی گنده نگوید در حق همسایه، ضرر گپی گنده گفتنی شوید خودداری کنید. همین هم ثواب است، همین هم صدقه است.